حضرت عمران فرزند حطان میگوید بار خواستم حضرت ابوذر غفاری را زیارت کنم، صحابه گرامی پیغمبر خدا را. آمدم به خانه که از گویم خیلی خانه عادی داشت، بسیار یک خانه گویم نه بلند آشیانه و نه زیب صورت، فقط از یک چهار دیوالی عبارت بود. لیکن در داخل او یکی از بزرگان صحابه پیغمبر ابوذر غفاری حیات به سر می برد. آمدم میگوید که حضرت حتی خانهش دروازه هم نداشت. وقتی وارد اون چهار دیوالی شدم پرسان کردم ابوذر در کجاست؟ گفتن حضرت الحال مسجد رفتن. وقتی نمازم نبود، لیکن دوستان خدا وقتهای بیکاریشان در مسجد میگذرانیدند. امروز مردم ما اگر وقتی نماز باشد نماز نمی آید. کجا گویم وقتی که او ساعتی 10 یا 9 یا 11 باشد که وی آمده در مسجد که دروازه های مسجد کشاده است، شرایط های مسجد از شرایط های خانه ها دیده بهتر است، لیکن برای خاطر خانه خدا، برای جای سجدگاه، برای که اینجا عبادتش از عبادت خانه فرق میکند، برای ادای عبادت در وقت نماز گویم خواه از روی مجبوری، خواه از روی تنبلی، خواه از روی بیکاری مسجد می آییم. دیگر وقت علاهیده ای که جدا کنیم و رفته در مسجد یگان ساعت نشینیم و ذکر کنیم، اینجا یک پارچه بهترین از پارچه های زمین به شمار می رود، اینش در خیال هیچ کدام ما و شما نمیگذرد. لیکن ابوذر غفاری بیکار، حضرت که وقتی در خانه می دیدن که وقتی خالگی پیدا می کردن، رهسپار به سوی مسجد می شدن. مردم ما قد راه را می نشیند، زن و مردمان در قد راه می نشینیم، لیکن مسجد آمده و برای خود در مسجد نشستن اختیار نمی کنیم. الان که حبیب خدا ایاکم والجلوس فی الطرقات، از خدا ترسید میگوید رسول اکرم، از خدا ترسید و قد راه نشستن برای خود اختیار نکنید، در قدهای راه ننشینید. امروز تمام این درد در مردم ما هست. ما نمیگویم که از خانه بیرون نشوید، لیکن جای نشینید که مناسب باشد، جای نشینید که گذرگاه مردم نباشد و نشستن هم با خود ترتیب دارد و در آن نشستن کدام مسئله باید حل شود اینم با خود قاعده دارد. حبیب خدا گفتن از خدا ترسید و در راهی که مردم میگذرد آن راه را برای خود اختیار در نشستن نکنید. فاذا ابیتم، لیکن وقتی که شما طاقت نکردید برای خود نشستن قد راه را که اختیار کردید، فاعتوا الطریق حقه، حق راه را دهید. گفت پیغمبر حق راه را ادا کنید. قالوا یا رسول الله و ما حقه، حقش چیست؟ گفت راه چی حق دارد؟ غض البصر و کف الاذى و رد السلام، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. حبیب خدا گفتن راه 5 حق دارد. یکم حق همین است که وقتی که تو در راه که می نشینی چشمها تا پوشیده نگه دار،
مقصد در راه هر گونه انسان میگذرد، هر انسان به خود یک عیب و یک نقصان دارد. عیب و نقصان مردم تو تماشا نکن، کمبودی های مردم نگیر. من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. حبیب خدا میگوید کسی که اگر یک عیبی برادرش میپوشاند، الله عیبی او را در قیامت میپوشاند. یکم چشمها تا پوشیده نگه دار، عیب بندگان خدا را نگیر. دویم و کف العضا، هر چیزی که آزاردهنده هست از راه مردم دور کن. چیزی که در راه مردم آزار میدهد البته به البته از راه باید دور کنید. دیگر حبیب خدا گفتند هر کسی که سلام داد سلام او را علیک گردانید. دیگر حق این است که آنجایی را که برای خود در نشستن اختیار کردید فقط امر معروف باشد، فقط سخن خدا باشد، فقط پند و نصیحت باشد، فقط سخنهای نیک باشد. پنجم حق آن چیزی که خدا وی حرام گفته است، از او ما را منع کرده است، در اطراف او صحبت داشته باشد. آمد حضرت عمران که حضرت ابیذر در مسجد نشسته محتبئا بکسای اسود. حضرت این لباس های ملایمی که الان در بدن های ما و شماست، از این لباس چیزی لباس های زیبا دارید، لباس های ملایم دارید، بدن های ما و شما را آزاد می‌دهد. از این لباس ها میگد محروم. و چی دار؟ و یک شالچه میگیم یا یک نمد میگوییم، یک نمد سیاه، یک شالچه سیاه سخت بالای پشت حضرت پرتافته و وی همچو یک بنده خاکدار رو به قبله کردگی عبادت داشت. همه شرایط مهیا هست، همون توفیقی زیاده که برای عبادت لازم است همون رو میرسه. همه چیز مهیا هست. ابیذر غفاری را خدا رحمت کند، پیش از آن یک دوام حدیث برای شما بیان کنم. میکنم که وقتی که در همون بنی غفاری زندگی میکرد و که آوازه شنید که در مکه مکرمه شخص به نام محمد برآمده است، در دل او یک گرمی، یک نور ایمان جوش میزد. تا حال رسول اکرم یک برادر داشت، برادر عزیز، میگویند در مکه مکرمه یک شخص برآمده است به نام محمد ابن عبدالله، میگویم پیغمبر است، کمی را زیارت کن. ببین هرچی که میگوید ناریخته و ناریزانده نبرم برم که من میشه. این دادرش وقتی که میگوید آمد با حبیب خدا صحبت کرد، گشته آمد گفت دیدی؟ گفت دیدم. او چی گومد؟ تو زیباگیش وصف کرده نمی شود، مثلش گفت نیست. برادر عزیز گفت و تو بسیار مانند به ابیذر غفاری و تو بسیار مانند است. چنان صحبت میکند که از صحبتش جدا شدن در انسان خواهی پیدا نمیکند. بسیار صحبت میکند، چنان عباره ها، چنان جمله های میگوید که هیچ و شاعر مانند نیست. شاعر هم نیست، بسیار بوی خوش دارد. ابیذر غفاری گفتند تمام، و من با این سخنهای تو قانع نشدم.
پول ابیذر غفاری میگوید آماده توشه کردم، چیزی که از نوشاکی و از خوراکه داشتم همگی را در قلطه بار کردم و رهزیبار به سوی مکه مکرمه شدم برای زیارت حبیب. وقتی آمدم میگوید خانه کعبه در آمدم، نگاه میکنم بودهای زیاد، هیکل‌های بلند در اطراف او، عربها نشستند. کسی را نمیشناسم، نمیدانم این کجاست و کدام این محمد است، کدام این کی است، چیزی نمیدانم. نظارت کردم، از حسابی که از راه مانده بودم در نزد خانه کعبه خواب یک زمان کسی میگوید مرا بیدار کرد که این علی رضی الله عنه بود. گفت ببینم که مسافر هستی، میرویم یک جای خانه ما. و تا چیزی نداشتن حضرت علی آنقدر کمبغل بود واللهی که خوراک یک روزه نداشت. کتاب حکایه میکنه یک روزه خوراک نداشت، لیکن مهمان نواز بودن، مهمان دوست داشتن. از حبیب خدا سرکردگی تا 4 یار هیچ کدامش کتاب با مبلغداری و ثروتداری بیان نمیکنه. اگرچه در بینشان یگانه همون ابوبکر صدیق خدا از او راضی باشد 4000 درهم داشت، میگوید همگیش در راه خدا بخشید که همون دیگر به مبلغ مانده. حضرت علی چیزی نداشتند، حتی از نابودی زیاد. بار میگوید آمد علی نزد فاطمه دختر پیغمبر خدا، نگاه کرد که حضرت فاطمه این آسیاب های الکتریکی که امروز برای ما و شما اینقدر آردهای ملایم میکند، از اینا اونها محروم بودند. حضرت علی میگوید آمدن با دستش همون پوچاک جو را از جو جدا میکند، با دست ها میمانید. حضرت علی میگوید وقتی دختر پیغمبر خدا را در این حالت دیدم بسیار ناراحت شدم، غمگین شدم. گفتم فاطمه چی میشود که و پدر بزرگوارت رفته رسانی که برای ما یک خدمتگار بیاید تا که تو از پی تربیه امام حسن و امام حسین شوی، تا که تو از پی عبادت و قرآن خوان شوی، قرآن خوانی شوی، تو از پی رفت و روب خانه شوی و این را یگان خدمتگار برای ما دهد تا که خدمت ما نکنی. حضرت فاطمه را این سخن علی خوش آمد، میگوید با حضرت علی هر دو کیستن و خانه رسول اکرم آمد. لیکن آنقدر دخترهای با حیای داشتن که در پیش پدر سخن گفتن نمیتوانستند. کجا شد آن شرم و حیایی که این مادرای ما و شما داشتن؟ کجا شد این شرم و حیا؟ کجا شد؟ این چی آفت آمد که پرده حیا از روی دخترها و مادرای ما و شما برداشته شد؟ چی آفت آمد؟ این چی بلا شد؟ حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه ها دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. ای انسان میگوید، ای طایفه زنها، وجود شما قوه جاذبه دارد، انسان به خودش میکشد. به این خاطر وجود خودت را آنچنان لباس پوش که مردها را در حالت نگاه کردن به شهوت نآید. چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. چشم تا کشا میگرد، نظری به فاطمه کن، نظری به عایشه کن، نظری به زینب و ام کلثوم کن. اونا چگونه لباس داشتن، چگونه حیات داشتن. حضرت محمد اقبال لاهوری زنهای مسلمان نصیحت دارد.
فطرتی تو جذبه ها دارد بلند، چشم و هوش از حسوه زهرا مبند. تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. اگر خواهر عزیز تو شرم و حیا را برای خود اختیار کنی، اگر تو برای خود پیشی بری بسته و گردنی پوشیده و دستها و پایهای پوشیده داشته باشی، از دامن تو امام حسین به دنیا می آید، از دامن تو امام حسن به دنیا می آید، از دامان تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان به دنیا می آید. اگر با شرطی که تو شرم و حیا را برای خود اختیار کنی. چند ساله آخر حتی سوال ها در تلویزیون ها می شود، چرا دیگر در ما این گونه مردهای با شجاعت و زنهای با شجاعت دیگر تولد نمی شود؟ سببش همش همین است. حضرت فاطمه حیای بلند داشت و یکی از دخترهای دوست داشته ترین رسول اکرم به شمار می رفتند. وقتی آمد میگوید نزد رسول اکرم نشست، خواستن که همون چیزی که حضرت علی پیشنهاد کرده بود برای پدرش بیان کند، لکن زبانش پیش نمیرد، هیچ بیان کردن نمیتواند. یک کمی نشستن و حبیب خدا که با نور نبوت فهمیدن که فاطمه با علی برای چی به خانه او آمدن. فهمید و گفت فاطمه گفت اگر خواهی که مشکلات از خانه تو دور شود، خواهی که آن مشقت و آن وزنینی که بالای تو از خانه تو دور شود، بعد هر یک نماز 33 بار سبحان الله، 33 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله و در آخر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم تکرار کن، همه مشکلات از بالای تو دور شود. این بود آن خدمتگاری که حبیب خدا برای دختر خود تسلیم کرد. این نداشت هیچ شرایط در زندگیشون نداشت، بسیار حالشون حالی خراب، لیکن بازم این ابوذر غفاری را برده در خانهش مهمان کرده. شب میگوید یک جا یک گذرانیدن، چیزی با یکدیگر نمیگویند، حتی از یکدیگر نمیپرسند تو کیستی، اینش نمیپرسد تو کیستی. شب سپری شد، سحر آمدن، باز شب میگوید ابوذر غفاری میگوید خواب کردم. شب دوم همچنان گذشت. شب سوم حضرت علی میگوید پرسانش کردم شما کی هستید؟ ابوذر غفاری میگوید گفتم با شرط برای تو بیان میکنم که این تیر مرا پوشیده نگه میدارد و کسی این امانت را نمیرساند. حضرت علی گفتن میلش، گفتن چی میخواهی؟ گفتن من آوازه شنیدم که در مکه مکرمه به نام محمد ابن عبدالله کسی برآمده است که دعوای پیغمبری دارد. برادر ما با او زیارت کردند، لیکن خود میخواهم که در صحبت ایشا میشیم. حضرت علی گفتن بسیار خوب گفتن، اون کسی که تو پرسیدی و در اصل پیغمبری برحق است، ما با او کس ایمان آوردیم، ما رسالت او کس قبول داریم، لیکن یقین دان که دشمنان محمد در مکه مکرمه بی نهایت زیاد است. از این خاطر سحر وقتی روز می شود از دنبال من آمدن می گیرید. وقتی اگر من در یگان راهی برای خود قضای حاجت را اختیار کردم یا نشستم، یقین دارم که یگان خطر هست، تو در حال از پیش من گذشته رو. لیکن اگر هیچ جا من ننشستم، قضای حاجت نشد، کجایی که رفتم از دنبال من آمدن دیگه. راست آمدن خاندان حبیب خدا تعالی. ابوذر میگوید به مجرد که حبیب خدا را دید در حال عاشقی او شد، در حال خودش گم کرد. میگوید در صحبت این حضرت نشست، یک دم صحبت شد،
بعد این ابوذر غفاری از جای خود خیست و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. حبیب خدا گفت، ابوذر غفاری گفت این جمله را پنهان کن تا زمانی که اگر قوه مسلمان ها هویدا نگردد. ابوذر غفاری گفتن ای حبیب خدا، من قوت پنهان کردن این جمله ندارم، من میخواهم این در بین مردم اعلان کنم. میخواهم. رسول اکرم میگه چیزی به او نگفت، از جاش ایست و آمد مکه، همون خانه کعبه و بالای سنگ برآمد، اعلان کرد بلند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. مجد زمانی که این کلمه اعلان شد، مشرکان عرب بیقرار شدند، از جا خیزدند دیگر و همه کسا میگن ابوذر غفاری را لط خوب کردند. یکی حضرت عباس میگوید آمد خودش حواله بالای ابوذر پرتاب، گفت مردم گفت اینا گل لط و پین نکنید، این از قبیله غفاری ها هست، شما به قبیله اینها گذشته دولت شام برای تجارت می روید، اگر شما این اگر اینجا نابود کنید دیگر تجارت شما بسته می شود. این نام تجارت را گرفتن، نام قبیله غفاری ها را گرفتن، در حال مشرکان خفا نشستند. لیکن ابوذر غفاری میگوید با این یک رد خوب این مشرکای عرب رو هم داده نشد، این شکسته نشد. چگونه که بالای ما و شما یک زمان فشار میآید در حال رو هم داده میشوید، در حال شکسته میشوید، در حال الکی خفانشینی میکنیم. ابوذر غفاری همین معامله را میگه فردا باز تکرار کرد، باز مشرکان عرب بالای او هجوم کرد، باز طاقتش نماند، باز روز سیوم باز تکرار کرد. حبیب خدا جوابش داد که رو گفت ساعتش که آمد. ابوذر غفاری گفت تو بعد آمده برای همین ابوذر غفاری را حضرت عمران میگوید من باید تنهایی در مسجد، لیکن آمدم زمانی که همون گلیم سیاهی که در پشت او پرتافته بود در ذکر خدا قایم بود، آبی چشمش میریخت، تنها وقتی نماز تمام کرد پرسیدم ابوذر برای چی عمران گفت از حبیب خدا بهتر است از آن مجلس هایی که در او ذکر خدا نبود. یکی من همون مجلسی که ذکر خدا و یاد خدا باشد نیافتم و ندیدم و برای خود اختیاری داخل مسجد اختیار کرد. لیکن حبیب خدا گفتند در دوامش که البته هر جایی که مجلسی خیر باشد پس برای خود شما تنهایی را اختیار کنید، همیشه در مجلس خیر باشد. الحمدلله که ما و شما در همون مجلس خیری که ابوذر غفاری از زبان پیغمبر خدا روایت کردن ما و شما اشتراک داریم. همین مجلسی که الحال ما و شما نشستیم این مجلس خیر میگوید، مجلس نور میگوید. این مجلسی هست که گفت حضرت مولوی جنون از این گویم به نیکان زود آمیز، اگر پا داری از بد دور به صحبی نیک و بد پیدا تأثیر، دی نیکان شهد نوش از بد مخوردی، دی زخمی تیری بد آید حلاکی، بگردان از حدیثان رو به پاکی، زگردی دامنی پاکان شوی پاک، دکانی صابونت اینجا نجود. اینجا دکان صابونت، صابون هم میدانی که همه وقت چرکی لباس دور دیگه. این صحبت و این مجلس ها هم انمون چرکی گناهی شما را همه شما. این موضعی هست که خدا رحمت کنند فصل موسیقی میگوید که اگر بیمار به نوشاکی و به خوراکه و به طبابت ماند هر آینه هلاک می شود، لیکن وقتی انسان اگر 3 روز
از این گونه مجلس ها محروم ماند، یقین دلی او وفات میکنه، دلی او هلاک میشه. اگر برای بیمار نوشاکی و خوراکی طعام باشد، برای دل ما و شما یاد خدا این طعام دل ما و شما. اگر دلها را ما طعام ندهیم، یقین است که دلهای ما هلاک میشه. خداوند در سوره رعد الا بذکر الله تطمئن القلوب، الله بیان میکند یقین دانید که آن طبابتی که دلهای شما را میکند این ذکر الله است. دلهای شما را طبابت میکند. شکر ما در مجلس اشتراک داریم که دلهای ما طبابت میشود. هر اعضای ما و شما وظیفه های خودشان را انجام دادند. جمعه گذشته موعظه ما و شما در اطراف یکی از آیت های سوره والضحی الم یجدک یتیما فآوی، منطقه در اطراف این صحبت و حتی به همین آمدم که حبیب خدا طرف همین ابی ذر غفاری گشت و گفت اینی اراک ضعیفا. ابی ذر گفت من تو را بسیار ضعیف میبینم. ضعیف اگرچند ابی ذر غفاری از رسول اکرم جوان بود، بسیار جوانی بزیب بود، جوانی خوب بود، جوانی هوشیار بود، جوانی چالاک بود، حتی میگوید بسیار یک طبیعت شوخیگی داشت. این حبیب خدا گفتن ای ابی ذر، گفتن من تو را ضعیف میبینم. اینی اراک ضعیفا احب لك ما احب لنفسی. ابی ذر گفت دوست می‌دارم از برای تو آنچه را که برای خودم دوست می‌دارم. چیزی که برای خودم دوست می‌دارم برای تو ابوذر غفاری دوست می‌دارم. از این خاطر تو نصیحتت میکنم، از این تو نصیحتی من دور نبرو. لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم ولا تولين مال اليتيم. یکم نصیحت من این است تو را من ضعیف میبینم، من تو را ناتوان میبینم، با این خاطر بالای دو آدم رهبر نشد، بالای دو آدم سردار نشد. زیرا که سرداری و رهبری بالای شخص بسیار مسئولیتی بلند دارد. اگر در زیر دست داری، کارگر داری، اگر در حق اونها تو رحم و انصاف نداشته باشی، اگر در حق اونها ظلم کنی، حق اونها را تله و تاراج کنی، حقوق اونها را تو اگر پایمال کنی، تو در پیشگاه پروردگار هم ظالم و حساب کنی. از این خاطر گفت ابی ذر گفت بالای دو نفر برای خود سرداری را اختیار نکن. امروز انشاءالله اینجا جوانای زیاد داریم که صاحب دکان هستین، چند سوداگرها داریم، صاحب گویم اداره و کارخانه های هستین که چند آدم از دست شما نان میخورد. قاعده رهبری را اجرا کنید. هیچ وقت ننازین که خدا شما را بالای چند آدم رهبر کرده. این در نازیدن در کار نیست، بلکه این بسیار یک مسئولیتی بلند است، بسیار مسئولیتی بلند است. به نزدیکی یک برنامه از برنامه ویست کشید، یکی از کریسپاندنت ها از روسیه پادشاه عربستان سوال داد. یک سوال داد، گفت پادشاهی گفت چی خوب است؟ در کرسی خودت را چیل حس میکنی؟ آیا میخواستی که تو پادشاه عربستان سعودی باشی؟ پادشاه عربستان یک جواب گفتن، از دور گفتن رهبری را اختیار کردن بسیار شیرین است. رهبر شدن گفت بسیاری شخص ها گفت میخواهند که رهبر باشند. بسیار یک حلاوت دارند، بسیار شیرینی دارند.
لیکن وقتی با اون نزدیک میشوی گفت بسیار تلخ است. چگونه؟ گفتن از همه تلخیش همین است که مسئولیتی در پیش خدا داری. از همه مشکلاتش همین است که انسان مسئولیتی در پیشگاه خدا در حق رعیت، در حق مردم دارد. اینش از همه مشکل است. اگر مبادای گمان در حق این رعیتم اگر به انصافی و به عدلی را اختیار کنم، پس در پیشگاه پروردگارم جوابگر است. حضرت ابوذر حضرت همچنان تأکید کردند که بالای 2 نفر گفتن رهبر نشو، زیرا من تو را بسیار ضعیف می‌بینم. مثلا شاید که من این طرزی که از تو دیده ایستادم، شاید که تو از عهده سرداری نبرایی، پس در پیشگاه پروردگار جوابگر می‌مانی. دویم نصیحتی که ابوذر غفاری را کردند چی بود؟ این بود که بالای مال یتیم هیچ وقت رهبر نشد. بالای مال یتیم هیچ وقت رهبر نشد. مال یتیم بسیار مال خوفناک. خداوند در قرآن ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون. خداوند بیان میکند آن کسانی که مال یتیم میخورند، آن کسانی که مال یتیم بیرحمانه در جان خودشان صرف میکنند، آنها یقین دانند که در شکمشان آتش دوزخ خورده و زود است که این مال یتیم خور وارد دوزخ. مال یتیم بسیار مال خوفناک. ما و شما میخوانیم سوره ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. بسیاری ما و شما این سوره را میدانیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا میدانید آن کسی که قیامت را تکذیب میکند؟ میدانید آن شخصی که میگوید قیامت نمیشود؟ میدانید وای کیست؟ این عاص ابن وائل، این فرزند مغیره است و پروردگار. میدانید گو باز کیست؟ این ابو جهل که قیامت را تکذیب میکند. میگوید قیامت این افسانه است، قیامت این دروغ است. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. این ابو جهل و این عاص ابن وائل دیگر بدبختیش این است که یتیمها را از پیش خودشان میرانند، حق یتیمها را میخورند، در مال یتیمها رحم میکنند. حتی ابو سفیان هم حکایتش میگذرد هر هفته یک اشتر میکشت. یکی وقتی با پیشش یک یتیم بچه رفت و مرا 2 کیلو گوشت از این چوب ده، میگه یک چوبی دراز داشت و همون چوب یتیم بچه را لفت چوب کرد که تو گوشت تلف کنی. الله را این منظره خوش نآمد و حبیبش گفت که ابو سفیان و ابو جهل و این عاص ابن وائل و یتیمها رحم ندارند، مال یتیمها را میخورند، حق یتیمها را پرداخت نمیکنند. مثل بعضی همون خسر و خوشتامنهایی که امروز یک واقعه را برای ما حکایه کردند. یک برادر وقتی که از دنیا میگذرد زن دارد، صاحب 5-6 فرزند است. لیکن این بچه صاحب 2 خانه بود، 2 خانه. وقتی بچه از دنیا گذشت، پدر و مادر این بچه همون کیلون همراه 5 کودکش به خانه مادرش روان کرد. بیرحمی و بی انصافی را بینید. این مال یتیم نیست؟ اون 2 خانه که این فرزند تو خریده بود برای کی مهنت کرده بود؟ آیا وای بیچاره در نیتش نبود که همین خانه ها را من فردا برای بچه ها میتونم، بچه ها ما در این خانه من صاحب زن و فرزند میتونم، او به این خاطر این خانه ها را گرفته بود. این مادر و این پدر بیرحم این کیلون با تمام فرزنداش به خانه پدر جواب داد گفت تو حق نداری. هر 2 خانه ها از هر 2 خانه محروم. یکی دیگرش میگوید یک خانه را داد و این خانه دیگر هم خودشان گرفتن. حالا که این باید طریقه شود، این مال فرزند است.
در اونجا حقی تو هم میرسد، لیکن حقی فرزندا در او خانه هم وجود دارد، حقی یتیم است. کمتر رحم کنید، کمتر انصاف مانا بیدار کنید. من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنها بها کربتا من کرب یوم القیامه. حبیب خدا میگوید اگر کدام مرد در دنیا یک مشکلات از گردن یک برادر مشکلاتش میبردارد، من فرج کربتا، کسی که اگر در دنیا از گردن یک برادرش یک مشکلات هم میبردارد، نمیخواهد که این برادر در این مشکلات گرفتار شود، پیغمبر خدا گفتند فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه. پروردگار آن مشکلات هایی که در قیامت شما دارید، خداوند همه مشکلات های شما را در قیامت دور می‌کند. اگر تو در دنیا مشکلات هایی که بالای برادرات ها میآید دور کن، باید ما غمخوار باشیم، ما باید رحم با یکدیگر داشته باشیم. و ما سوره حجرات میخوانیم انما المؤمنون اخوة، برادرها با یکدیگر دوست هستیم، شما با یکدیگر برادر هستیم. این مردمی که نابسته در کدام کوچه و در کدام شهر زندگی میکنید، ایمانی بر خدا دارید، تو با یکدیگر برادر هستید. باید ما برادر یکدیگر باشیم، غمخوار یکدیگر باشیم. من لم یرحم الناس لم یرحمه الله. حبیب خدا حدیثای مبارک است، حدیثای صحیح روایت میشه. کسی که به مردم خدا رحم نمیکند، الله به او رحم نمی‌کند. شما خودتان تصور کنید، یکی از همین خوردن مال یتیم همون روز سرسخته نیست. ترکه مال او ناکرده ما علک گاهی او را دست میکنیم. ترکه مال او حقی همون فرزنداش بود، اول حق اونا را نیران کرده بود. کنی همون پشتگاه با ما میرسه یا نمیرسه، اول باید نیران کرده بود. اینا را حلال نمیکنیم. در مسئله یتیم بسیار بسیار باشیم. مالهای یتیم ما و شما باید پرده و تا باشیم. بیرحمی در ما یتیم مثلا از اون علم یتیم که یتیم فعاوه، این بود که حبیب خدا ما تو را یتیم یافتیم برای تو جایگاه مأوای، این جای تربیه‌ای که خانه بابا تو خانه عمک بود برای تو در برابر این در دوام آیت فقط من یتیم فقط تقیان بالای آن سفر مالی یتیم شما سرده و سارات یتیم ها من گذشته بودم بهترین خانه هم خانه هستی در خانه این صاحب احترام. بدترین خانه همون خانه هستی در او خانه یتیم هست، لیکن وایچی است در عذاب. اربع حق علی الله، چار طایفه حکیم روایت میکند. الله میگوید حق من این است که چار طایفه را ما واردی دوزخ کنم. حق دارم این چار طایفه را گفت من فردای قیامت واردی دوزخ میکنم. اینا از نعمتهای جنت در حدیث مبارک میگوید محروم هستند. اینا بسیار است. یکم پروردگار گفتند یکم کسی که آدم کشد، آدم میکشد، قتل نفس. دویم و آکل الربا، کسی که مال فراتین میخورد، پول از فراتین میخورد. سوم و آکل مال یتیم، کسی که خورنده مال یتیم. چهارم و عاق الوالدین، کسی که پدر و مادر از او راضی، کسی که در دنیا پدر و مادر را ناراضی کرده، کسی که در دنیا پدر و مادر را رنج و مشقت داده، کسی
کسی که اگر در دنیا از پدر او پرسیده شوی که از بچت راضی هستی، گوید نه راضی نیستم. اینها را پروردگار گو حق من این است که این 4 طایفه را وارد دوزخ کنم. یکی از اینا کی بود؟ خورنده مادری. و آخر دعوانا انشاءالله اطراف این مسئله من داشتم. صحبت طولانی هم داشتیم. می‌کنیم جمعه گذشته در باب رسم و آیین ها هم صحبت داشتیم. اطراف این برای همون آدمی با هم باید می‌کنیم و انشاءالله جمعه آینده اطراف باقی مانده همه آیت هایی که هست من مختصرا در حال میگذارم که سوال های زیاد هم پیش من است. بسیار از ما داره و سوالات دارم که از این سوال ها جواب گردانید. از آن جمله اینجا یک سوال ضرورت آمده است جواب میگویم. انشاءالله جمعه آینده همون باقی مانده سوره والضحی را همه به شما تقدیم میکنم. بعدا انشاءالله جمعه آینده سوال جواب میکنم. بابای حاجی میرزا از شما التماس میکردم که با این سوال جوابی درست میداد. ما در روزهای جعمگی و جای سنگچگردانی حضرت تبارک را میخواهیم. اینا ما صحبت ها داشتیم که ما همین جمعه کباب اینا ما کباب در اطراف اینا ما صحبت های زیاد کردیم. ما با شما همه مسئله و مسائل خبردار کردگی هست. شکر همین یک مسئولیت خیلی وزنی بود. آگاه کردیم، آشکار کردیم، فهموندیم که خیر چگونه باید باشد. دیروز در اکادمی علوم هم درست پیش مجلس کرده شد. اونجا هم صحبت ها داشتیم. تمام اکادمیکای توجیستان جمع شد. اونجا هم با یک مقصد آمدن که سیدیگه، هفت، چی، تمام جمعگی ها 20 روزه 6 ماهه همه اینجا جمع کرده یک معرکه سالده بر یک. این خلاصه اکادمیکوی این بعد مرده دورانیدن بعد خواندار گویم چون که در عقیده ما و شما که همین نشستگی هست دو معرکه اجازت داده شد. این هم یک پیشنهاد همون اکادمیکای با همراه دام الله ها بودن. پیشنهاد رئیس جمهور کرد. اگرچنده که بعد وفات خیر اختیاری است، خیر روز ندارد. 3 روز که گذشت تمام دیگر ما حق داریم که اگر شرایط داری هر 1 ساعت خیر که کنی کم است. فقط التماس برادرای عزیز که نمیدانم خدا او روز 24م که مجلس است چی میارد چی بهبودی میشود همین جمعگیش حقا خداوند بردارد. کمی حال مردم کمتر بهتر شود. هر هفته بسیار مشکل است برادر عزیز، بسیار مشکل است. باور کن اگر این چیزی کتابی میشد من اطراف میکردم. افسوس که کتاب نیست. افسوس چیزی کتاب نیست. افسوس گفتی خدا و پیغمبر نیست. حتی گفتی یک مجتهد عادی نیست. من برای شما کردم. برای همین برادر عزیز سنگچه پردایشه سنگچه گردانشه که تد بود حاضرش را بینیم که تا او روزه چی می شود. همون
سوره ملک خوندن بگیریم. بعد خداوند باز پادشاه چیزی که روز با بالای ما شد. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. که مسجدها را آن کسانی آباد می‌کنند که اونها ایمان به الله و ایمان به روز قیامت دارند و از مال زکاتشان زکات می‌دهند و از کسی به جز خدا نمی‌ترسند. خداوند مؤمن بیان دارد. مؤمن کیست؟ آن کسی است که امارت مسجد می‌کند. مؤمن کسی هست که به روز قیامت باوری دارد، پنج وقت نماز می‌خواند، از مال دادگی خدا زکات جدا می‌کند. و مؤمن کسی هست که ولم یخش الا الله، و جز پروردگار از کسی نمی‌ترسد. یگانه جای ترسیدنش این ذات الله است، از خدا می‌ترسد و جز خدا از هیچ بنده خدا نمی‌ترسد، از هیچ درنده و چرنده نمی‌ترسد، فقط از خدا می‌ترسد. الله می‌گوید مادامی که تو که این صفت‌ها را دارا باشی و تو در دل ترسی از الله که داشته باشی، فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. عسا، کلمه عسا، کلمه عسا اگرچنده که در عرب ها به معنای شاید شاید، وقتی شاید که آمد دیگر معلوم نیست میشود نمیشودش، شاید همچنان معنی می‌دهد. لیکن مفسرای قرآن میگوید در کجایی که عصا در راست مؤمن آمد معنای وجوب دارد، معنای واجبی. مثلا از پروردگار گفت این گونه انسان هایی که امارت مسجد دارند، پنج وقت نماز دارند و قیامت و به دور و به زنده شدن باوری دارند، از مالشان زکات می‌دهند و جز خدا از کسی نمی‌ترسند، یقین که اینها هدایت یافته در روز قیامت، هدایت یافته در این دنیا هستند. اینها را پروردگار در دنیا و در آخرت مهربانی می‌کند. کسی که از جمله زنی بود در دوره‌های مسجد خدا جنازه قبر کیست؟ گفتن قبر ام محجن است. ام محجنی که مسجد ما را میرو؟ گفت بله. گفت اینا کی جنازه کرد؟ که از یارها گفت من جنازه کردم. گفت چرا مرا خبر نکردی؟ گفتن حبیب خدا وقتی گرمی بود شما در استراحت بودید، ما نخواستیم که شما را آزاد کنیم، تو جنازه شد. از روی قصه یک چیز من تعجب میکنم که پس در مرده دیگر ببینید هیچ دیگر دهشت و دوادو نیست.
اونچنان جنازه می شود که پیغمبر خدا در همون محله زندگی دارد درک نمیاد. این سبکی را ببینید، از مرده های ما و شما دیگر تمام. ای که مرد بیچاره رفت، خدا رحمت و مغفرت کند. یکی چند زنده دیگر را نیم کالاجان میکند، چند زنده دیگر. یه شب خواب داره، یه روز حبیب خدا گفتند از اون روز اعتبارا من تأکید میکنم که هر کسی که مرد مرا آگاه کنید، زیرا هر شخصی را که من نماز جنازه خوانم روز قیامت شفاعتی او به گردن من واجب میشه. و میگن حضرت راست همین قبر مادر با آمده و ایستادن دعا و استغفار کردن. بعد او میگوید من آواز کنم ای ام محجن در قبر چی معامله دیدی؟ یک دم پس میگوید حبیب خدا و جانب یارها گشت و گفت ام محجن میگوید هر چی بهبودی که در قبر یافتم به سبب جارو زدن در مسجد